بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله به نام شروط الصلاة و ارکانها و واجباتها از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علی رحمه الله تعالی. طوری که ما گفتیم شروط الصلاة این نام کتاب است، اگر نه در درون این دیگه شرط‌های طهارت و دیگه فرض و واجبات و همه چیز آمده است ان شاء الله برای هر یک شخصی که در برابری مسلمان بودنش لازم است که برای طاعت و عبادت خود دلیل از قرآن و حدیث بداند. زیرا که خیلی که شیخ مقبل رحمه الله تعالی میفرماید که التقلید فی الدین حرام، در دین تقلید کردن حرام است. یعنی مادامی که تو را الله تعالی عقل داده است، فراست داده است، چشم داری، زبانی گویا داری و امکانیت هست که از کسی از عالم ها هم که نشود، اقلا از طالب علم هایی که در نزد علما میخوانند درس گرفته میتوانی، باید که تو چیکار کنی؟ از تقلید خودت خلاص کنی. تقلید در دین حرام است. بنابراین ما و شما که این عبادتی هر روزه را که مثال قدر استطاعت بجا آورده استادیم مانند یعنی که نماز، باید که شرطهای نماز دانیم. بنابراین برای هر یک فرد مسلمان و مسلمه دانستن اینها حتمی است. ما در درس گذشته به طریق اختصار 9 شرط نماز گذاشتیم که شیخ الاسلام فرمود که شروط الصلاة 9: الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. اینها 9 تا شرطی چی می باشن؟ نماز می باشن. شرط اساساً گفتیم که بیرون از عبادت وجود دارد. تا اینها را به جا نبیاری عبادت را انجام داده نمی شود. اما رکن ها و واجب ها باشن، اینها در درون عبادت وجود دارند. خلاصه اینها را آماده کردن اولاتر است، یعنی یکم درجه هست بعد از اون رکن و دیگه واجبات. خب اکنون هر کدام اینها را شیخ الاسلام در نوبت خود با دلیل ذکر میکند علاهده. میفرماید که الشرط الاول الاسلام، شرط یکمی نماز این اسلام است. پیش از اون که یک کس تو به نماز دعوت کنی، اول باید که تو او را وی را به اسلام دعوت کنی، به اسلام شناس کنی که معنای اسلام چیست. برای خاطر آن که وی کس اسلام داند، باید که تو علم داشته باشی که با او را درستی درباره اسلام، اقلا یعنی که از اصول ثلاثه خودت علم داشته باشی که اسلام چیست. الاسلام والاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك و اهله. اینا بسیار کسایی که دعوای اسلام میکنن، نه فقط مسلمان های عادی بلکه متاسفانه امام های مسجد ها ما معنای اسلام نمیداند. خیالش اسلام یک طاقه پوشیدن است یا که یک سله در گرد همون طاقه که در سری خالی هست پیچیدن و یک تو پوشیدن و انا بعد دیگه قرآن در مردخانه خواندن و برای یعنی که چی شکم سیری اینجا اون طرف دویدن است. خیالش اسلام همین است. فهمیده؟ حتی در بعضی جاها به زبان روسی اگر اسلام فهمونه نفرت میکنن که خیالش که این زبان کفر است. زبان عیب ندارد، عیب در اعتقاد و در عقیده خام و در عقیده ویران است. بارک الله فیکم. نه، مهم شرط یکم اسلام بوده است. فهمیده؟ یعنی پیش از اون که تو نماز خوانی اول باید که تو در اسلام باشی.
و باید که تو اسلام دانی اسلام چیست، به قدر نماز میرسی. اما اون کسانی که گویا که در اسلام هستن، میبینه که یک روز نماز میخوند 7 روز دیگه مانند زن حیض دیده نماز نمیخوند. بعضی مردا هستن یا که تماما نماز نمیخوند، وای کمبودی در اسلام دارد برادران، وای کمبودی در اسلام دارد. خب و ضده الکفر، ضد اسلام کفر است. یعنی این چی گفتنه؟ هر یک چیز اگر ما به ضدش آموزیم، همون چیز برای ما گشاد و روشن می شود، انیق می شود. فهمیدید؟ ضد اسلام کفر است. فهمیدید؟ بنابراین می فرماید که ولا تقبل الصلاة الا من مسلم، نماز فقط از مسلمان قبول می شود. اگر کسی که بود که من کافرم، نعوذ بالله، به اسلام باوری ندارم بود، نعوذ بالله، یا کمونیست باشد، وای کس نماز از چنین کس قبول نمی شود تا وای اسلام به گردن نگیرد، تا اسلام به عهده نگیرد، تا خودش مسلمان نداند. و شیخ الاسلام دلیل را ذکر میکنند، میفرماید که و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است آنجا که میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی جز اسلام دین را جوید، کسی غیر از اسلام یکون دین و آیین را چیکار کند؟ طلب کند، درخواست کند، قبول کند. فلن یقبل منه، از چنین کس قبول کردن نمی شود. و هو فی الاخره من الخاسرین، چنین کس در روز آخرت از زمره زیان بینندگان خواهد شد. یعنی کسی که دینش عوض کند در دنیا حکم او قتل است اساسا، در آخرت آتش دوزخ است، کافر می شود. والکافر عمله مردود، و معنی مردود ای غیر مقبول. کافر را عملش مردود است، یعنی رد است، قبول نیست. گفتگی گم ولو عمل ای عمل، چی عمل را انجام نداده باشد و در پیشگاه الله، در نزد الله قبول نیست، چون که کافر است. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخن الله تعالی است، می فرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. نشاید مشرکان را که مسجدهای الله را آباد کنند. امروز میشنویم بعضی امام خطیب های جاهل روسیه در حق مرگاردای کافرای شهر دعا میکنند که الله عمرشون زیاده کند، الله مغفرتشون کند، تیاد الله انصافشون تیاد که برای مسلمانان مسجد پوشیدن. نه، یکمش این که قبول نیست، مشرک است، کافر است، یهود است، نصرانی است. دویمش این که در حق کافر یگان دعا کردن نمیشد الا که الله هدایتش کند. اما وای مسجد پوشیده است، این کرده است، آن کرده است، برای مسلمان ها ذره در پیش الله حق سبحانه و تعالی قدر و ارزش و قیمت ندارد. ما کان للمشرکین، نشاید که مشرکا آباد کنند مسجدهای الله را، خصوصا شاهدین علی انفسهم بالکفر، به مقابل خودشان شاهدی میدهند کافر بودنشون. یعنی که نصرانی رو دیدید که مسجد پوشیده باشد و گوید که من از همین روز اعتبارا با سبب این یک کار خیری که برای مسلمان ها کرده، من از همین روز اعتبارا مسلمانم، یا که من اسلام قبول کرده هستم. نه، در آخر میپرسیدش که تو خود در کدام دین دینداری میکنی؟ میگوید که من یهودیم یا که نصرانیم یا که هیچ. فهمیده؟ خصوصا اگر کارگر دولتی روسیه باشد دیگر با میترسد خودش خریستیان گفتنم، نصرانی گفتنم میترسد، میگه که من هیچی، میگه من همه دین ها رو اعتراف میکنم. همه دین ها رو اعتراف کردن این به کدوم معنا گفته است؟ یعنی که اسلام من برای من یک خیل، یهودیت هم نصرانیت هم میگه کافر میشد. با اولئک حبطت اعمالهم، چنین کسها را که شاهد میدیم با کافر بودنشون اعتراف میکنن، به کلمه میگیرن، اعمالشون حبطه است، ویرون است، یعنی بودن این عملها در پیش الله مانند نبودن است. فهمیدید؟ این در این دنیا.
و فی الاخره هم خالد و فی النار و در روز آخرت باشه و فی النار هم خالدون در آتش دوزخ اگر کافر مورند جاویدانه میمانند. و قوله تعالی نیز قول الله تعالی میارد دلیل و قدمنا الی ما عملوا من عمل ما عملهای کردگیشون آوردیم ما عملهای کردگیشون آوردیم در روز قیامت همون عملهای کردگیشون هم کافرایی که عمل صالح کردن به طور خودشون فجعلناه عملشون رو چیکار کردیم هباء منثورا با مانند خاک با مانند چنگ با مانند خاکستری پاشیده یعنی که چیکار کردیم ویرون پرتافتیم یعنی یکون ارزش یکون قیمتی ندارد. این بود یعنی که دلیل ها برای آن که کافر یکون ارزش یکون قیمتی نداره. این آیتی دویمی که خواندیم از سوره فرقان آیتی 23 بود اون پیشینه و توبه 17 نه به همین یعنی کفایت میکنیم انشاءالله برای خاطران که اینا اذیت کردن در کرسه. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.